خوش اومدید به همایش 20 ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران و همبستگی با پناهندگان خوش اومدید. 20 ژوئن یک ابتکار از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران بود به عنوان روزی برای جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت زندانیان سیاسی و تقویت همبستگی بین المللی و دفاع از حقوق زندانیان. این روز یادآور دو اتفاق مهم در تاریخ ایرانه. 30 خرداد 1360 آغاز سرکوب گسترده مخالفان سیاسی و 30 خرداد 1388 سرکوب اعتراضات مردمی و جان باختن ندا آقا سلطان که نمادی برای مبارزه و آزادی و عدالت تبدیل شده. امشب در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، میزبان رهبران احزاب سیاسی و آزادیخواهان نیز هستیم. گرد هم آمدیم تا صدای کسانی باشیم که همچنان در بند هستند. یادآور شویم که آزادی و عدالت و کرامت انسانی ارزش‌هایی جهان شمول هستند. از همراهی شما سپاسگزاریم و اکنون برنامه همایش جهانی 20 ژوئن را آغاز می‌کنیم. ابتدا دعوت می‌کنیم از سخنران اولمون جناب آشتیاکو پورکریم، دبیر کل حزب استقلال کردستان. آشتیاکو پورکریم فعال سیاسی کرد، دبیر کل حزب کردستان برای احقاق حقوق ملت کرد، استقلال و دموکراسی در شرق کردستان فعالیت می‌کند. از ایشون دعوت می‌کنیم. بفرمایید جناب آقای آشتیاکو پورکریم، میشنویم صحبت‌های شما رو. بله، متشکرم. خانم‌ها و آقایان، دوستان گرامی، مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و مدنی و همه کسانی که هنوز به آزادی ملت‌ها و کرامت انسانی باور دارند. ابتدا از برگزار کنندگان این نشست سپاسگزارم که در روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی فرصتی فراهم کردند تا دوباره یکی از تلخترین و مهمترین مسائل عصر ما در موردش سخن بگوییم. پیش از ورود به اصل بحثم امیدوارم کسانی که خود را مدافع دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و حق شنیده شدن صداهای متفاوت می‌دانند ظرفیت شنیدن روایتی دیگر را نیز داشته باشند. روایتی متفاوت با روایت‌های رسمی دولت‌های اشغالگر و تاریخ نگاری‌های دولتی. اگر دموکراسی تنها حق سخن گفتن نباشد بلکه حق شنیده شدن نیز باشد، پذیرش روایت‌های متفاوت از تاریخ، هویت و مشروعیت سیاسی بخشی جدایی ناپذیر از دموکراسی است. همچنین لازم می‌دانم در آغاز از ملت خود و دیگر ملت‌های غیر فارس پوزش بخواهم که ناچارم سخنانم را با زبانی بیان کنم که برای بسیاری از ما تنها ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی درد و رنج ما را حمل می کند. زبانی که برای نسل‌های بسیاری از کردها، بلوچها، عرب‌های الاهوازی، ترکمنها، ترکها، کاسپیانی‌ها و دیگر ملل غیر فارس یادآور زندان، شکنجه، اعدام، تبعیض ساختاری، اشغالگری و انکار هویت ملی بوده است. با این حال انتخاب این زبان از سر ترجیح نیست، بلکه از سر ضرورتی است تا اینکه صدای خودمان را فراتر از مرزهای سرزمینمان برسانیم. خانم‌ها و آقایان محترم، من امروز تنها برای سخن گفتن درباره زندانیان سیاسی در اینجا حضور ندارم، هرچند سرنوشت آنان بخش جدایی ناپذیری از سرنوشت ملت من است. مسئله‌ای که می‌خواهم درباره آن بگویم فراتر از زندانها، احکام اعدام و چند دهه نقض حقوق بشر است. موضوع اصلی وضعیت ملتی است که بیش از 1 قرن در برابر پروژه‌ای مستمر از تمرکز قدرت، انکار هویت، سلب اراده سیاسی، اشغالگری
و حذف تدریجی موجودیت ملی خود مقاومت کرده است. در ادبیات سیاسی رایج، هنگامی که از کردستان تحت اشغال ایران یا روشلات کردستان سخن گفته می شود، مسئله اغلب در قالب تبعیض قومی، توسعه نامتوازن، حقوق اقلیت‌ها یا نقض حقوق بشر مطرح می شود. این موارد بخشی از واقعیتند، اما عمق مسئله را توضیح نمی دهند. مسئله کردستان فقط یک بحران حقوق بشری نیست. مسئله بنیادی تر است به رابطه میان دولت اشغالگر و ملت تحت اشغال، میان قدرت و مشروعیت و میان حاکمیت و رضایت باز می‌گردد. پرسش اساسی این است: آیا هر دولتی که بر سرزمین‌های حکومت می‌کند الزاماً نماینده مشروع همه ملت‌های ساکن در آن سرزمین هاست؟ تاریخ معاصر نشان داده است که بسیاری از امپراتوری‌ها و نظام‌های استعماری دولت، قانون، ارتش و نهاد اداری داشتند، اما مشروعیت اخلاقی و سیاسی نداشتند. دولت بودن به خودی خود مشروعیت نمی آورد. مشروعیت زمانی شکل می گیرد قدرت سیاسی بر رضایت آزادانه مردم استوار باشد، نه بر غلبه نظامی، انکار هویت و تحمیل روایت تاریخی. از همین منظر باید مسئله کردستان بازخوانی شود. ملت کرد با زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی، جغرافیا و آگاهی ملی خود پیش از شکلگیری دولت جعلی و ساختگی ایران وجود داشته است. هنگامی که ما از کردستان سخن میگوییم، از یک واحد اداری درون ساختار ایران سخن نمیگوییم. از وطن تاریخی ملتی سخن میگوییم موجودیت آن مستقل از روایت رسمی دولت ایران شکل گرفته و تداوم یافته است. بنابراین مطالبه حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد از نگاه ما نه یک خواسته صرفاً سیاسی، بلکه بیان یک حق بنیادین انسانی و ملی است. همه شنیدید که گاهن گفته می شود بخشی از کردها یا دیگر ملت‌های غیر فارس خود را ایرانی می دانند و این نشانه وجود هویت ملی مشترک است. اما علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات استعمار به ما می آموزند که هویت‌ها همیشه محصول انتخاب آزادانه نیستند. دولت‌های اشغالگر فقط با ارتش و نیروهای امنیتی حکومت نمی کنند، بلکه از طریق آموزش، رسانه، زبان رسمی، تاریخ نگاری دولتی و سازوکارهای فرهنگی نیز هویت مطلوب خود را بازتولید می کنند. هنگامی که نسل‌ها در معرض سیاست‌های یکسانسازی و اسیمیلاسیون قرار گیرند، بخشی از افراد ممکن است روایت قدرت مسلط را به عنوان هویت طبیعی خود بپذیرند. از این رو آنچه امروز با عنوان ایرانیت عرضه می شود از نگاه بسیاری از ملت‌های غیر فارس نه بازتاب اراده آزادانه آنان، بلکه نتیجه تاریخی پروژه‌ای برای تمرکز قدرت و برتری دادن یک هویت بر سایر هویت است. ما خود را پیرامون ایران نمی‌دانیم، زیرا ایران را مرکز خود نمی‌دانیم. کردستان برای ملت کرد پیرامون هیچ مرکز دیگری نیست. کردستان خود مرکز هستی تاریخی، فرهنگی و سیاسی ملت کرد است. در چنین بستری مفهوم زندانی سیاسی معنایی فراتر از یک پرونده قضایی پیدا می کند. زندانی سیاسی در کردستان نماد رویارویی دو اراده تاریخی است. از یک سو اراده ملتی که می خواهد زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی و آینده خود را حفظ کند، و سوی دیگر ساختاری سیاسی بقای خود را در یکسانسازی فرهنگی و تمرکز هویت می بیند. به همین دلیل در کردستان فقط سیاستمداران زندانی نمی شوند. معلمان، نویسندگان، فعالان محیط زیست، دانشجویان و زنان نیز زندانی می شوند، زیرا هر کدام به شکلی از زبان، تاریخ، سرزمین، آینده و آزادی ملت خود دفاع می کنند. در کنار این سرکوب سیاسی، کردستان با شکل دیگری
از سلطه نیز روبروست. سلطه‌ای که در اقتصاد و محیط زیست آشکار می شود، در زمینی که دارای منابع طبیعی، معادن، ظرفیت‌های کشاورزی، منابع آبی و موقعیت راهبردی است. چنان با بیکاری، فقر، مهاجرت اجباری و توسعه نیافتگی مواجه است. این تناقض را نمیتوان با ناکارآمدی اقتصادی توضیح داد. باید آن را در چهارچوب اقتصاد سیاسی سلطه فهمید. وضعیتی که در آن منابع استخراج می شوند اما منافع آن به صاحبان سرزمین باز نمی گردد. همزمان جنگل های زاگرس می سوزند، رودخانه ها خشک می شوند، پروژه های انتقال آب اجرا می شوند، معادن گسترش می یابند و طبیعت کردستان زیر فشار قرار می گیرد. از این منظر دفاع از محیط زیست در کردستان فعالیتی زیست محیطی نیست، بلکه بخشی از دفاع از حق یک ملت برای حفاظت از سرزمین تاریخی خود است. بسیاری از تحلیلگران آنچه را بر کردستان می‌گذرد استعمار داخلی می‌نامند، اما از نگاه ما این مفهوم تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهد. استعمار داخلی بر این فرض استوار است که استعمارگر و استعمار شده بخشی از یک جامعه ملی واحد هستند، در حالی که ملت کرد هرگز خود را بخشی از ملت فارس ندانسته و دولت ایران را تجلی اراده ملی خود تلقی نکرده است. آنچه بر کردستان تحمیل شده صرفاً سلطه یک مرکز بر پیرامون نیست، بلکه سلطه ساختاری سیاسی است که از بیرون از هویت ملی ما بر سرزمین و ملت ما اعمال شده. به همین دلیل مسئله کردستان را نمیتوان تنها با اصلاحات اداری یا تغییر دولت‌ها حل کرد، زیرا ریشه آن در پرسشی بنیادین نهفته است: چه کسی حق دارد درباره سرنوشت یک ملت تصمیم بگیرد؟ پاسخ حقوق بین الملل روشن است. منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های بنیادین حقوق بشر بر اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید کردند. این اصل نه لطف دولت هاست و نه امتیازی که قدرت‌های بزرگ اعطا کنند، بلکه بخشی از بنیان اخلاقی و حقوقی نظم بین المللی معاصر است. از همین رو هنگامی که ما از استقلال سخن میگوییم، از نفرت نسبت به ملت‌های دیگر سخن نمیگوییم. ما از اصلی ساده و انسانی سخن میگوییم. هیچ ملتی نباید بر ملت دیگر حکومت کند، هیچ هویتی نباید بر هویت دیگر تحمیل شود، هیچ جامعه‌ای نباید برای اثبات موجودیت خود ناچار به مبارزه دائمی باشد. در پایان تأکید میکنم مسئله زندانیان سیاسی کردستان را نمیتوان از مسئله آزادی ملت کرد جدا کرد، همانگونه که نمیتوان آزادی ملت کرد را از عدالت، توسعه، محیط زیست، حقوق بشر و کرامت انسانی جدا دانست. همه این مسائل یک پرسش بنیادین باز می‌کردند: آیا ملت‌ها حق دارند آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند؟ من باور دارم آینده پایدار منطقه ما نه بر پای سلطه بلکه بر پای رضایت، نه بر پای انکار بلکه بر پای به رسمیت شناختن، نه بر پای حکومت بر ملت‌ها بلکه بر پایه اراده آزاد ملت‌ها شکل خواهد گرفت. خیلی متشکرم. سپاسگزار از بیانات جناب آشتیاکوپور کریم. لطف کردین، ممنون.